برای ردیابی محموله وارد سایت ایران ترکینگ میشیم. شماره ردیاب محموله رو در قسمتی که میبینید وارد میکنیم و روی گزینه ردیابی کلیک میکنیم. در مرحله بعد همونطور که میبینید روی نقشه مسیر حرکت رو به شما نشون میده. اگه چند لحظه هم نشانگر موس رو روی نقاط مشخص شده نگه دارید، یه سری اطلاعات به شما نشون خواهد داد. با انتخاب گزینه متنی این اطلاعات رو شما به صورت متنی هم میتونید داشته باشید. شرکت ارتباطات کنترل فراگستر.